شما همراهان عزیز، دکتر دولتشاهی هستم، فوق تخصص روماتولوژی. امروز در خدمتتون هستم و در مورد درمان بیماران روماتوید آرتریتیس با شما صحبت خواهم کرد. قبل از شروع مبحث درمان ترجیح میدم چند نکته رو خدمت شما عرض کنم که سوال اکثر شما عزیزان هم بوده. ببینید عزیزان من، بیماری روماتوید آرتریتیس یک اساس ژنتیکی داره. پس تا به امروز هیچ درمان قطعی برای این بیماری مشخص نشده. درمان‌هایی که ما برای بیمارانمون میذاریم هدفش چیه؟ هدف اینه که ما از پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم. اجازه ندیم مفاصل شما تغییر شکل پیدا کنه، اجازه ندیم که بقیه ارگان‌های شما درگیر بشه و سعی کنیم با کنترل بیماری رو در وضعیت خاموشی نگه داریم. سوال دومی که اکثر شما بیماران میپرسید این هستش که خانم دکتر یا آقای دکتر، ما که داریم داروهامون رو خیلی خوب استفاده میکنیم، به موقع استفاده میکنیم، چرا دچار عود علائم بیماری میشیم؟ باز این نکته رو مد نظر داشته باشید که خصلت بیماری‌های روماتیسمی عود و خاموشی است. به همین دلیل ممکنه علیرغم اینکه شما روی درمان هستید، احساس بهبودی دارید، بیماری شما وارد فاز خاموشی شده، به هر دلیل خارجی این بیماری دچار عود بشه و شما نیازمند این باشین که دوباره دوز داروهاتون تغییر پیدا کنه. خوشبختانه امروزه درمان‌های خیلی خوبی برای بیماران مبتلا به روماتوید آرتریتیس داریم. یکی از درمان‌هایی که ما برای بیماران استفاده می‌کنیم گروه مسکن‌ها هستن که اثر ضد التهابی و باعث کاهش درد بیماران میشن. اما این نکته رو مد نظر داشته باشیم که حتما باید با نظر پزشک این داروها تجویز بشه و طولانی مدت نباید باشه. داروی دومی که ما در بیماران مبتلا به روماتوید آرتریتیس استفاده می‌کنیم گلوکوکورتیکوئیدها و یا همون کورتون‌هایی هستش که اکثر شما به این اسم میشناسید این دارو رو، که به خاطر اثر ضد التهابی که داره در شروع درمان بسیار بسیار مؤثره. از داروهای دیگه‌ای که ما در بیماران مبتلا به روماتوید آرتریتیس استفاده می‌کنیم دیمارها هستند که شامل هیدروکسیکلoroquine، سولفاسالازین، متوتریکسل، لراوا، که این داروها کارکردشون چی هست؟ همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، در بیماران مبتلا به روماتوید آرتریتیس سیستم ایمنی ما دچار سردرگمی میشه که این داروها باعث کاهش فعالیت و سردرگمی سیستم ایمنی میشن و اجازه نمیدن که سلول‌های ایمنی که در بدن فعال شدن بر علیه بافت خود ما فعالیت نشون بدن. از داروهای دیگه‌ای که ما استفاده می‌کنیم داروهای بیولوژیک هستن که تأثیر بسیار خوبی در درمان بیماران مبتلا به روماتوید آرتریتیس دارن. حداقل 9 داروی بیولوژیک رو ما در بیماران روماتوید آرتریتیس استفاده می‌کنیم که خب متأسفانه تعداد کمتری از این داروها در کشور ما در دسترس بیماران قرار داره. از داروهای دیگه‌ای که ما در بیماران مبتلا به روماتوید آرتریتیس استفاده می‌کنیم داروهای جک اینهیبیتورها هستند یا همون تافیسیتینیب که در بیماران مبتلا به RA مقاوم به درمان از این دارو استفاده می‌کنیم و تأثیر بسیار خوبی داره.